این دستگاه بسته‌بندی مایعات چگال حلورده سنتیه و در حال حاضر خیلی از تولیدی‌ها دارن باهاش کار میکنن. این دستگاه طراحی شده برای بسته‌بندی حلورده گرم و سفت و شما میتونین وزنای 200 تا 800 گرمی رو بذارین که برای بروزرسانی به شرکت اومده. به درخواست شما که تمایل داشتین حلوای سرد و نرم رو با دستگاه بسته‌بندی کنید، توی دستگاه قدیمی به خاطر نوع حلوا شاهد نشتی بودیم و نیاز به سرویس داشت. ما روی این دستگاه تغییراتی انجام دادیم که شما بتونین حلوای سرد و نرم رو در طیف وزنی 30 تا 1000 گرم بسته‌بندی کنید بدون ذره‌ای نشتی. ما در یک سری دیگه از سیستم ها هم تغییرات اساسی ایجاد کردیم، مثل تابلو برق، تابلو پنوماتیک و میز روتاری دستگاه. بخشی از سیستم هایی که بروز شدن رو شما میتونید به صورت جزئی ببینید. تغییر سیستم بارگیری، وزن‌کشی و تخلیه. همین باعث شده دستگاه دیگه نیازی به سرویس کاری نداشته باشه. سیستم ظرف بالآور و ترازو بروزرسانی شده که بتونه طیف گسترده تر وزنی رو پشتیبانی کنه. بروزرسانی برنامه دستگاه، هم برنامه صفحه نمایشگر و هم برنامه PLC. بازطراحی سیستم مخزباش و سیستم اتو که موجب بهبود عملکرد اون شده و اصلاحیه‌های مخزن. اگر شما هم تمایل به آپدیت دستگاهتون دارید، برای استعلام قیمت میتونید با شماره داخل کپشن تماس بگیرید. لذت تولید با ماگما.